همگی. از شما چه پنهون؟ یادمه وقتی بچه بودم هر وقت زکام می شدم و می رفتم واسه آمپول زدن، دکتر اولش هی می گفت آروم باش، نترس، درد نداره و خلاصه از این حرفا. اما از نهایت دور از جون شما درد داشونم چه دردی. حالا این حکایت زهر خوردن سیدعلیه. خرفت عمامه‌دار فکر میکنه با ایشالا گربس و درد نداره میتونه از مصائب زهرخوری در بره. این انسجام ملی ما، مجلس، همه قوا و در واقع رأس نظام مقام معظم رهبری با راهنمودهای خودشون و ملت بزرگ ایران، اون حمایت‌ها و اون همداستانی در حفظ حقوق و حل مشکل به نظر من کمک خواهد کرد که ما بتونیم همونطور که عرض کردم محتاطانه نسبت به مذاکرات آینده خوشبین باشیم. این عمو جغد شاخدار نظام که معرف حضور هست، طرف بروجردی از غلامای زرخرید عظماست. همونطور که ملاحظه کردید هم کد اطلاع سیدعلی از زهرخوری رو داد، هم دلخوش کنک خوشبینی محتاطانه رو. حالا این وسط سوالی که پیش میاد اینه که اگه لب عظما با جام زهر آشنایی به هم رسونده، پس علت این دود و دما و قشقرق بازی ها چیه؟ They came. Chants of death to America. Perhaps not as forceful as in the past. Even so, they signal a split in Iran between factions who want to improve relations with Washington and those who warn that Washington should never be trusted. Shortly after Friday prayers, familiar anti-American rituals designed for television cameras and a call for a march that draws a small but spirited crowd. Now this crowd is not very large, a few hundred people. سیدعلی فکر کرده اگه قاطی این سر و صدا 2 سیسی آمپول بزنه هم میتونه با تفلون دود و دم جلوی شرشر و ریزش نظامو بگیره، هم تحریما رو 2 دره کنه و یه نفسی چاق کنه و سر و مور و گنده بشینه تو بیت. فکر کردی؟ اما حواسش نیست که آمپولی که دارن بهش میزنن با آمپولی که بچگیان به من موشکاف میزدن فرق میکنه. این آمپول زهره، نه واکسن نجات. مگه نه افروخ؟ حالا اگر ما مجبور شدیم مثلا خدای ناکرده مثل قطعنامه 598 حالا یک جورایی به هر حال مصلحت اندیشی بکنیم، من خواهشم اینه که این مصلحت اندیشی ها رو به نام شهد شیرین عسل به خورد مردم ندیم، بگیم جام زهر است. همین که به مردم بگید جام زهر است یعنی صادقانه باشون برخورد کردید، اونا رو مورد اعتماد قرار دادید، مطمئن باشید همون اتفاقی که بعد از قطعنامه 598 رخ داد بار دیگه هم اتفاق رخ خواهد داد. سیدعلی رو ببین که با کی میخواد بره زهرخوری. آخه ملنگ، تو گوشت کوبیده‌ای مثل خامنه‌ای رو با خمینی سال 67 مقایسه میکنی؟ آخه کدوم جونوری رو دیدی که زهر بخوره بعد اتفاقات خوبی هم براش بیفته؟ آخه کدو پشمالو، خمینی هم که خمینی بود، زهر رو که رفت بالا 1 سال بعد پس افتاد. چه برسه به تو که نخورده دراز به درازی. هممون رو کردن زیر خاک، یالا یالا بیا عظما با هم بزنیم به چاک. زیر اوضاع حدودی هممون رو کردن زیر خاک.
شکار